در آنچه از سختی پیش رو دارید یا هر ناپسندی از پی درآید پندی است. نه هر که سری دارد خردمند است و نه هر که گوشی دارد شنواست و نه هر که چشمی دارد بیناست. شگفتا چگونه از خطای این فرقه ها با اختلافی که در چالش های دینشان دارند در شگفت نباشم. نه راه نبی را پی میگیرند و نه از کردار وسیع پیروی میکنند. نه به غیبی ایمان دارند و نه از عیبی چشم میپوشند. در شبهه ها از عمل دوری نمیجویند و راه شهوت ها را میپویند. شایسته نزدشان کسی است که آنان بپسندند و ناشایست آن کس که ایشان نپسندند. در مشکلات پناه به خود میارند و در کارهای مهم به رأی خیش تکیه دارند، چنان که گویی هر کس امام خیشتن است. ای بندگان خدا، عبرت بگیرید و از چیزهایی که پدرانتان در گرو آنهایند و برای آنها حساب پس میدهند یاد کنید. به جان خودم سوگند هنوز میان شما و آنان دیری نگذشته و روزگاران و قرونی به سر نیامده است و شما امروز از روزی که در پشت پدرانتان بودید چندان دور نیستید.